الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که مرجعه کیست و آیا مدخلی ها از مرجعه هستند یا نه؟ بارک الله فیکم. پس پیش از این که مختصرا جواب این سوال برادر را بدهیم، میگوییم که ما در مسئله مرجعه و پیدایشش و اصلش و نمود فرقه هایش و فرق مرجعه ها از همدیگر و البته مرجعه عصر حاضر، در این همه موضوع صحبت کردیم و کسی خاص میتواند در بیان سنت و کشف بدعت همه این صحبت ها را دریافت بکند. و این چنین در مسئله خوارج، اصلش، پیدایشش، تاریخش و عقیده خوارج و اصول خوارج و خوارج های قدیم و خوارج های تکفیری عصر حاضر صحبت کردیم که این چنین کسی خاص میتواند در بیان سنت و کشف بدعت در گروه تلگرام دریافت بکند. اما مرجعه ها کیست؟ اولا کلمه ارجاع یا که رجاع، این ارخا یا که تأخیر است. یعنی مرجعه کسانی هستند که عمل را از ایمان تأخیر میگذارند، یعنی عمل را از ایمان نمیدانند و ایمان را زیاد و کم شدنش را رد میکنند. البته مرجعه ها چندین نمود هستند، لیکن عمومش همین عقیده را دارد. و البته جهمیه هایش که علما حتی اجماع را بعضی از علما نقل کردند برای کافر بودن جهمیه ها، فقط ایمان را این معرفت الله هست میگویند، دانستنی الله، فقط در دل دانید که الله هست، این کافی است میگن. و این چنین در مسئله تکفیر اینها غلط دارند، یعنی در مسئله ایمان و ضد ایمان که کفر است اینها خطا میکنند. ایمان را فقط سخن میگن، لا اله الا الله بگوید، این شد میگن یا با دل تصدیق نماید، اما عمل میگن برای ایمان زیاد و کم شویش یا که برای ایمان ضرور نیست، که البته این قول باطل است. و این چنین در مسئله تکفیر میگویند که هر کسی که لا اله الا الله گفت با عمل کافر نمیشود و نواقض الاسلام را رد میکنند. و بعضی از اونها نواقض الاسلام را همچون یک گناه عادی میدانند و بعضی از اونها نواقض الاسلام را شکننده اسلام میدانند، اما شرط و شروط ها گذاشته اند که کسی که نواقض اسلام را انجام داد باید بعد از این شرط و شروط ها تکفیر کرده شود، به مانند استحلال، جهد و تکذیب. پس بارک الله فیکم، عموم مرجعه ها انمینها هستند که عمل را از ایمان نیست میگویند و زیاد و کم شوی ایمان را رد میکند و میگویند ایمان همه برابر است، ایمان یک انسان عادی و ایمان حضرت ابوبکر، ایمان جبرئیل همه برابر است. و این چنین در مسئله تکفیر کافران مرتدان را کافر و مرتد نمیشمارند، برای آنکه در نزد اونها شکننده های اسلام اعتبار ندارد. در نزد اونها اصلا کفر عین، یک انسان را کافر گفتن، وجود ندارد. کفر مطلق در بعضی نزد اونها وجود دارد، اما کفر عین وجود ندارد. اونها به همه عذر میدهند، به مشرک هم عذر میدهند، مشرک را کافر نمیدانند. کسی که در گرد قبر طواف میکرد اون رو هم عذر میدانند، میگن که کافر کرده نمیشود تا همون زمانی که به اون نظر بکنیم به شروط التکفیر، سبب التکفیر، مناط التکفیر و موانع التکفیر. حالان که اهل سنت و جماعت برخلاف این است، یعنی در نزد مرجع کفر عملی و کفر قولی وجود ندارد مگرم در حالتی که استحلال و تکذیب همراهش باشد یا اعتقاد. و همین مرجع ها امروزه مرجع ها کسانی هستند که کافران را موالات میکنند، دوستی خود میگیرند و این چنین پریزیدنت های دولت های دموکراتیکی به حکم غیر حکم الله حکم میکنند و
قانون الله را، شریعت الله را رد می کنند و احکام دین الله را آشکار رد می کنند، به مانند رد کردن حجاب، رد کردن بعضی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله من باب بغض و عداوت، بد دیدن و نفارانیدن، به مانند ریش و بسیاری تمسخرها به دین دارند. همه این پادشاه های دموکراتی کفری و این پرزیدنت های دموکراتی را اینها ولی الامر می دانند. البته اینها مرجعه های عصر حاضرند. پس این بود مختصرا مرجعه. اما مرجعه فرقه های خود را در تاریخ گوناگون ذکر نموده است. مرجعه تقریبا 9 نمود است: جهمی، کرامی، مرجعه الفقها، ماتریدی، اشعری، فلسفی و کلامی و منطقی و این چنین مرجعه حزبی ها. البته نگفته نماند که در این زمان البته مرجعه های حزبی هم وجود دارد و این چنین مرجعه عصر حاضر به مانند مدخلی ها، کسانی که خود را سلفی می نامند، صدقه سلف باشند، اونها سلفی نیستند. سلفی کسی است که پیرو از قرآن و سنت به فهم سلف امت صحابگان تابعین بکند و البته صحابگان تابعین هیچگاه سخن این مرجعه های مدخلی را نمی گفتند. سلفی کسی است که اهل سنت و جماعت باشد. سلفی ما هستیم و سلفی علمای و مشایخ اهل سنت و جماعت هستند. پس بارک الله فیکم، اینها فرقه های مرجعه هستند. پس در این زمان آیا مرجعه وجود دارد؟ بله، در این زمان مرجعه وجود دارد. تمام صوفی هایی که شما میبینید اینها مرجعه هست، برای آنکه اینها عمل را از ایمان نمیداند. برای اینکه اینها کسانی که شرک را انجام میدهند این را کفر نمیداند، برای اینکه عمل نه کفرش از کفر است، عمل کفری را از کفر نمیداند، عمل ایمان را از ایمان نمیداند. کسانی که خود را به ماتریدی نسبت میدهند اینها مرجعه هستند. کسانی که اشعری هستند مرجعه هستند. و این چنین هر حزب سیاسی که خود را به اسلام نسبت داده است، حزب‌های سیاسی که امروز در بین امت اسلام هست، به مانند حزب اخوان المسلمین، حزب عدالت است یا چیزی دیگری است که یکی از مرتد دیگر اردوغان این را ساخته است. این حزب البته حزب مرجعه است، خود را به اسلام نسبت می‌دهد، لیکن حزب علمانی مرجعی هست، کفری هست. یا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب مرجعی هست که امروز چهرهش باز کشاده شد. در اروپا همش ادعا دارد که ما دولت دموکراتی می‌خواهیم و اینها هم عمل را از ایمان و کفر عملی را کفر عملی نمی‌داند. یا که حزب تحریر یا حزبی که در بنگلادش است یا که حزبی که در مالزیا هست، همه این حزب‌ها حزب‌های مرجعگی و کفری هست و باید از اینها پرهیز نمود. حزبگرایی در اسلام جایز نیست و این حزبگرایی همه اش عاقبتش ارجاع کفری شد و اینها هم در عصر حاضر مرجع است. و اینچنین هر یک کسی که خود را مسلمان میداند و میگوید که عمل از ایمان نیست، این سخن مرجعگی را گفته است. و کسی که در مسئله تکفیر هم کفر عملی نواقض اسلام را قبول نکند یا کفر عین را قبول نکند، این هم مرجع است. و این چنین مرجعه های دیگر به مانند مدخلی ها که خود را سلفی می نامند، البته اینها هم مرجعه عصر حاضر هستند به نام مدخلی یا که جامیه که به شیخ جامی خود را نسبت می دهند. مدخلی به کسی گفته می شد که خود را نسبت به عقیده شیخ ربیع المدخلی بکند. البته ربیع المدخلی در مدینه منوره است، یک قسمت در مکه بود و بعد از این بازگشت به مدینه. به این شیخ بسیار علما تزکیه دادند در باب حدیث شناسیش. در حقیقت این شیخ
حدیث شناس و محدث است، اما در بابت علم بسیار علما در بابت ایمان و کفر، در بابت ارجایش بسیار علمای اهل سنت و جماعت رد زده اند و به این فهموندند که این کارت غلط است و این عقیده غلط است. بارک الله فیکم. و حتی شیخ محسن العباد هم که حال و حاضر وجود دارد در مدینه منوره در کتاب الایضاح و التبیین فی قبور الانبیاء و الصالحین فی حکم من یطوف فی قبور الانبیاء و الصالحین بیان کرده است که عقیده اهل سنت و جماعت مشرکان رو مشرک گفتن است، کافران رو کافر گفتن است، گرچند که خود رو به مسلمان نسبت دهند. پس همین مدخلی هایی که خود رو به اهل سنت و جماعت نسبت میدهند سلفی میگویند، اینها مرجعه عصر حاضر هستند. یعنی مرجعه هایی که تکتیک خود رو، برنامه خود رو دیگر کرده هستند. وقتی که از اینها میپرسید که ایمان چیست، اینها مثل اهل سنت و جماعت به شما جواب میدن، میگه ایمان قول است، عمل است، این زیاد میشود کم میشود، اعتقاد است. اما وقتی که کفر رو میپرسید، کفر رو غلط میکند. یعنی این مرجعه ها تکتیک نو دارد، اینها به نهایت خطرناکترینش است. اینها در حالت ایمان رو فهماندن مثل اهل سنت و جماعت میفهمانند، اما وقتی که عملا ایمان رو ما تصدیق میکنیم و در مسئله کفر میآییم، در مسئله کفر اینها عقیدهشون عقیده باز مرجعی است. یعنی کفر عملی رو قبول ندارند. اینها میگند هر یک کفری که به وجود می آید، همان وقت این کفر همچون کفر قبول است که صاحبش استحلال داشته باشد، یعنی حلال کردن چیزی حرامه یا که مقصد شرک، یا که اعتقاد تکذیب یا که جهل داشته باشد. اگر یک انسان کفر رو انجام دهد اما شریعت رو تکذیب نکند، مقصد بعد از این استحلال نکرده باشد، اعتقاد نداشته باشد، این کفر نیست. میگن که البته این سخنی باطل است. چرا؟ برای اینکه در بعضی حالت‌ها مثلا کفر اعراض وجود دارد، کفر ایبا وجود دارد، کفر استکبار وجود دارد، کفر جهل وجود دارد، کفر شک و رد وجود دارد. همه این کفرها رو مرجع های عصر حاضر مدخلی ها رد میکنند و به همین خاطر این مرجع ها پرزیدنت های طاغوتی را ولی الامر میخوانند، در حالتی که این طور نیست. در حالتی که هر یک پرزیدنتی که به حکم غیر ما انزل الله حکم میکند کافر است. بارک الله فیکم. و بزرگترین و بهترین سخنی که در حق اینها گفته شده است این است که این مرجعه ها مرجعه مع الكفار خوارج مع اهل التوحید. اینها نسبت کافرها مرجعه هستند، اما نسبت اهل توحید خوارج هستند. نسبت اهل توحید خوارج هستند. یعنی با کافر با رحم و با ملائمی صحبت میکنند، کافر را حرکت میکنند که اسلامش را اثبات کنند، کافر را مسلمان میدانند، اما یا که مرتد را مسلمان میشمارند. اما وقتی که اهل توحید با اهل توحید روبرو میشوند، کوشش میکنند که این اهل توحید را حکم به کفر مانند و اهل توحید را بد شمارند و از اهل توحید بدشون میآید. سبحان الله. پس از اینها هم باید از همه این نمود مرجعه ها باید دست کشید و دین الله را با دلیل قرآن و سنت گرفت. حتی مرجعه ها در زمان ابن القیم الجوزی، شیخ ابن القیم الجوزی را، یکی از علمای علامه اهل سنت در جماعت عصر هفت را تهمت به خوارج زدند. چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه خود میگویند مرا مرجعه ها خوارج گفتند، سببش آن بود که من توحید را تحقیق کردم. یعنی هر کسی که توحید را تحقیق میکند مرجعه ها این را خوارج میگند. سبحان الله. و همین مرجعه ها بودند که سبب سقوط شدن دولت عثمانی شد. چرا امت اسلام خار شد، ذلیل شد، مسلط در دست کافر شد؟ سببش همین مرجعه است. چرا که به اینها دولت اسلامی، خلیفه یا که حکم قرآن و سنت هیچ اعتبار ندارد، هیچ قدر ندارد. به اینها فرق ندارد که حکومت قرآن و سنت است یا که حکومت دموکراتی است. هر دویش هم برای اینها برابر است. برای همین کافرها از این فرقه مرجع به نهایت خوب استفاده کرد و امروز هم کافرها به نهایت کوشش میکند، خصوصا دولت‌های مرتدی که خود را مسلمان میداند به نهایت کوشش میکند که به اینها کمک کند. برای همین ببینید تمام
تلویزیون ها، برنامه ها در دست مرجع است، تلویزیون ها در دست مرجع است، اینترنت ها پر از سخنهای مرجع است و علمای اهل سنت و الجماعت در حبس ها هستند. برای اونها تلویزیون هم نیست، شبکه هم نیست، رادیو هم نیست، هیچ چیزی نیست. برای اینکه مرجع ها را خود حکومت های مرتدی کمک میکند تا که اینها به مردم فهمانند که این حکومت ها حکومت اسلامی است، تا که مردم را گمراه کنند، تا که مردم را فریب دهند و حکومت های کفری را حکومت های اسلامی گویند. و با همین خاطر یعنی در بالای مسلمان ها حکومت های مرتدی یا که قانون کافری بالا باشد، اینها استفاده میشوند. تمام عصر اینها را حکومت ها استفاده بردند و حالا هم استفاده میشوند. سبحان الله. پس اینچنین یک حزبی است در مصر، در مملکت مصر که این را حزب النور میگند، خودش را سلفی گفته است، صدقه سلف شود. یک مبتدعی بدبخت گمراه، رئیسش یاسر البرهانی یا که برهامی حزب النور است که یکی از مرجع های عصر است و بعضی تاجیک ها البته از همین یاسر البرهامی درس میگیرد. بعضی از تاجیک هایی که در مصر هست خودش را به همین حزب نسبت میدهد، به همین حزب نسبت ندهد هم عقیده همین حزب را دارد. یاسر البرهامی شیخش است، بعضی تاجیک ها خودش را با سلفی میگوید، به همینها نسبت میدهد، صدقه سلف شود. یاسر البرهامی این حزب مرجع است و خودش را با سلفی هم میگوید، صدقه سلف شود. سلفی نیست، از اهل سنت و جماعت فرسخ دور است و فتوا هم داده است. البته تمام این مرجع ها بزدلان هستند. فتوا هم این یاسر البرهامی خودش داده است، در یوتیوب وجود دارد که میگوید وقتی که در کوچه برفته ایستاده باشید در راه، بناگاه اگر به شما هجوم شد، یک 4-5 نفر به زن شما هجوم کردند، خواستند که به زن شما تجاوز بکنند، شما در این حالت دیدید که قدرت ندارید، زن خود را مانید و به یک طرف بگریزید. در این حالت به شما جایز است که زن خود را پرتافته گریزید، گرچنده که زن شما را تجاوز کنند، زنا کنند، چیزی خواهند کنند، هم شما گناهکار نمیشوید. این فتوای همین یاسر البرهامی اعوذ بالله مرجعت عصر است. حالان که عقیده اهل سنت و جماعت این چنین نیست. من قتل او مات، هر کسی که کشته می شود یا که وفات میکند به خاطر دفاع اهلش، به خاطر دفاع مالش، به خاطر دفاع عرضش، این شهید است. من قتل لأهلی لعرضه لماله فهو شهید. حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، یعنی اهل سنت و جماعت این چنین عقیده ندارد. شما تا آخر باید زن فرزند خود را دفاع کنید. زن را مونده گریختن، این البته بزدلان مرجع عقیده‌اش است. البته یاسر البرهامی اینم معروف است. امروز بعضی از تاجیکایی که البته خود را کمی در ساحه دعوت هم مشغول کردند، شاگردان همون هستند. پس از این نمود تاجیکا و از این نمود شیخا به مانند یاسر البرهامی یا که مدخلی پرهیز نمایید. و البته اگر بپرسید که پس از کدام کتاب ها ما تعلیم بگیریم، معروف است کتاب های شیخ الاسلام ابن تیمیه، کتاب های ابن القیم الجوزی، کتاب محمد ابن عبدالوهاب، کتاب درر السنیه فتح النجدیه، نبیرگان محمد ابن عبدالوهاب، پسران محمد عبدالوهاب، حضرت محمد عبدالوهاب حسن، حسین، علی و عبدالله فرزند داشتند و سلیمان ابن عبدالله نبیره محمد عبدالوهاب، یا که عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن عبدالوهاب، یا که شیخ ابراهیم آل شیخ و کتاب شیخ ابن باز را هم نظر کنید. در کتابش بینید چیزای خوب اومده است و این چنین علمایی که امروز وجود دارند به کتاب‌های اونها نظر کنید. البته در فتوایشون حکومت اونها را مجبور کرده است، به زبانم بعضی از فتوای غلط را داده اند از سبب اکراه، لیکن در کتاب‌هایشون الحمدلله کتاب‌هایشون حق وجود دارد. بارک الله فیکم. نظر کنید به کتاب ابن باز، ابن عثیمین، حتی به کتاب فوزان، در کتاب‌های اونها حق وجود دارد، گرچنده که در فتوایشون بعضی در از سبب اکراه مجبورشون کردند فتوای غلط دادند، یا که یک دو سه خطا داشته باشند، در این خطا پیرو نمیشویم، برای که هر یک عالم خطا دارد، هر یک بنده خطا دارد. بارک الله فیکم. لیکن بهترین کسانی که ما باید پیرو باشیم این باید سلف باشند. سلف. عبدالله ابن مسعود رحمه الله رضی الله عنه میگویند من اراد ان یستن فلیستن بمن قد مات. هر کسی که میخواهد که به یک عالم دست زند، چنگ زند، باید به یک کسی مرده پیرو شود.
لأنهم قد امنوا من الفتنه، برای اینکه آنها از فتنه ایمن شدند، وفات کردند. و بهترین کسی که شما چنگ میزنید میگن به صحابگان چنگ زنید. و البته صحابگان رو سخنشان رو از علمای وفات کرده به مانند خیلی گفتیم ابن القیم الجوزی، شیخ الاسلام تیمیه، محمد بن عبدالوهاب، علمای نجد، البته به اونها چنگ زنید. بارک الله فیکم. و حق معروف است، حق آشکار است و دین الله به نوعیت معروف است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من شما را به یک راه سفید، به یک راه واضح تر کردم که شبش به مانند روز است. شب این دین به مانند روز است، یعنی یگان جای ناروشن و نافهمایی وجود ندارد. پس امروز فتنه های وجود دارد، مرجعه ها فتنه میکنند. فتنه ها در همه از تاجیک ها وجود دارد، فتنه های مرجع تاجیک. بسیار امروز تاجیک های مدخلی و پرزیدنت پرست و ولی الامر پرست وجود دارد. کفر بر طاغوت رو اینها نفهمیدند، معنای لا اله الا الله، رکن لا اله الا الله، شروط لا اله الا الله رو اونها نفهمیدند بیچارگان. البته مقصدشون فقط دفاع بدبختان و دفاع حکومت های مرتدی است، دیگر چیزی از اونها باقی نمانده است. و حتی یکی از اونها رینت هست، رینت قزاقی که امروز در قزاقستان رینت گفتن یک دعوتگر هست، البته مشهور هم شده است. میگوید که نورسلطان نظربایف که هست در حکومت قزاقستان، البته پرزیدنت قزاقستان، میگه این به مانند خلیفه های دولت اموی هست. یعنی نورسلطان نظربایف رو به مانند خلیفه های دولت اموی و این چنین به مانند حجاج ظالم برابر میکند و میگوید که از همین خاطر این ولی الامر است. البته خطا کرده است، باطل گفته است و خسارت زده شده است. الله خارش کند این رینت رو که این غلو در ارجاع کرده است و به مذهب جهم نزدیک شده است. و همچنین اینها نورسلطان است یا که پرزیدنت های ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، دیگر پرزیدنت هایی که حکم به حکم دموکراتی میکنند، آشکارا ضد به قرآن و سنت سخن میکنند، رد دین اسلام میکنند، اینها رو ولام گرفته است. البته این مذهب مذهبی صحابگان نبود، این سخن تابعین نبود، این سخن صدر اسلام نبود، این سخن علمای به شجاعت اهل سنت و جماعت نبود. بارک الله فیکم. حجاج ظالم گرچنده که معروف به ظالم شده است، حکومتش حکومت قرآن و سنت بود. یعنی به شریعت اسلام حجاج ظالم حکم میکرد، علما حکم میکردند، قضاوت اسلامی، سود اسلامی وجود داشت. حکومتش به قرآن و سنت بود، گرچنده که خطاگی داشت، گرچنده که ظلم داشت. در زمان حکومت حجاج ظالم جهاد بود، فتح وجود داشت، با کفار می جنگیدند. با وجود این همه حسن بصری و عمر بن عبدالعزیز حجاج را تکفیر کردند، کافر شمردند. اما دیگر بسیاری از علما حجاج را کافر نگفتند، به مانند محمد بن سیرین، عبدالله بن مبارک. سبحان الله، یک انسانی که حاکم است، به قرآن و سنت حکم میکند، حکومتش حکومت اسلامی است، جهاد میکند، فتوحات اسلام میکند، این را حسن بصری و عمر بن عبدالعزیز تکفیر کردند و بعضی از علمای دیگر، حتی بعضی از علمای دیگر را ذکر میکنند علما، به سبب خطاگی هایی که و ظلمی که داشت. و علمای دیگر تکفیر نکردند. چی برسد به حکومتی که حکومت دموکراتی است، قانون الله را تماما ندارد و با وجود این حجاب را رد میکند، نماز را رد میکند، ریش را رد میکند، استهزاء به دین میکند، دین را عقب نشینی میگوید، دین سیاست ندارد میگوید، دین فقط مسجد است و سجده است میگوید. البته برای کفر بودن این، اگر لا اله الا الله پیش از این گفته باشد و فرزند مسلمان باشد، مرتد بودن این شک شبهه نیست. فقط همین مرجعه ها اینها رو مسلمان میدانند. و وای بر حال همان طالبین و بر حال همان امام و عالمی که باز در حق این بدبختان دعا میکنند، حکومتش را قوی شود میگند، در منبرهای این چنین مرتدها باز ورقهای اینها را میخوانند، خیانت بر امت اسلام میکنند، در پیش الله جواب خواهند داد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند در مسئله دولت الفاطمیه
یعنی دولت فاطمیه این یک دولت رافضگی بود. شیعه های اسماعیلیه، علویین و اثنا عشری، عموما شیعه های اسماعیلیه در عصر 3-4 تقریبا نصف دولت اسلامی را به زیر تصرف خود درآورده بود. حتی حجاز، نجد، شام و بعد از این در افریقا، مصر، مراکش، همه این دولت ها در زیر تصرف دولت فاطمی اسماعیلیه بود. اسماعیلیه که امروز در پامیر وجود دارد، اسماعیلیه هایی که امروز در پامیر وجود دارد، این اسماعیلیه های رافضه ها، اینها هم رافضه است، کفار است، به اینها هم نباید دوستی کرد. و در همین زمانی که اسماعیلیه ها به زیر تصرف خود این مکان را می‌دارد، بعضی از امام های اهل سنت و الجماعت را میگوید که شما از نام ما میبراید در منبرها خطبه میکنید. بعضی از امام های اهل سنت هم خود را اهل سنت میگفتند، لیکن میبر آمدن در منبرها خطبه میکردند و این دولت فاطمیه را دولت خوب میگفتند و اینها را طرفداری میکردند. و شیخ الاسلام تیمیه حکم منها را هم حتی حکم ردت مانده است، حکم مرتد مانده است. این معروف است، طالب علم باید کوبن ببینند. یعنی مسئله نازک است، دینی الله است و مسئله نازک است و خیانت را تحمل نمیکند. پس برادران و خواهران عزیز، البته اولا میگویم از خوارج پرهیز کنید، از خوارج پرهیز کنید و این چنین از مرجئه ها پرهیز کنید. از تکفیری هایی که به یگان اساس تکفیر میکنند، مردم عامه را به پررگی تکفیر میکنند، اصل مردم کفر است میگویند و به گناه کبیره تکفیر میکنند، از اینها پرهیز کنید. اینها خوارجان هستند، تکفیری هستند که تمام مردم را، اصل مردم را تکفیر میکنند و به گناه کبیره تکفیر میکنند. و این چنین از مرجئه فرقه ضال و مضل گمراه که از خوارج هیچ کمبودی ندارد، از خوارج هیچ کمی ندارد، امروز ضرر است از خوارج ها دیده بر امت زیادتر رسیده است در این 100 سال قرن حاضر، از اینها هم پرهیز نمایید که اینها همین خوارجایی که ما به شما ذکر کردیم همین باشد که بدترین فرقه است. و در وسط باشید، در بین باشید، وسطیه باشید، از اهل سنت و الجماعت باشید، نه از این و نه از اون باشید. بارک الله فیکم. پس با همین مختصرا